بسم الله الرحمن الرحیم. اومدیم برای گرفتن رخ پیوند. رخ پیوند باید دقت کنی بیخ برگای جوونه ای هست. این جوونه رخه، ولی جوونایی که پسته میشه خیلی درشتره. این جوونه که دقت کنید میبینید این جوونه خیلی درشته. این خودش پسته است، قوه پسته هستش که تبدیل میشه به این. پس رخی که ما میگیریم برای پیوند زدن حتما باید جوونه ای که بیخ این برگ هست کوچیک باشه. جوونای کوچیک همشون شاخه میشن، تبدیل میشن به درخت، ولی اون جوونای بزرگ تبدیل میشه به قویه پسته. خب میخوایم بیا رخ بگیریم که پیوند بزنیم برای پیوند زدن پیوند لوله‌ای. همین رخ برای پیوند زدن مناسبه. رخو میکنیم میچینیم، بعد پیوند این درخت از این قسمت خورده معلومه دو رنگه. میبینید که اینجا به بالاش پیوند ماده است، از اینجا به پایین پیوند درخت نر. خب برای پیوند زدن لوله‌ای برگاشو باید بچینیم. همین فرمی که میبینید توی فیلم تبدیل میشه به حدوداً یه قلمه به این فرم. بعد میایم روی پایه درختی که میخوایم پیوند بزنیم. اینو میخوایم پیوند بزنیم، درخت 2 ساله یا درخت 3 ساله، بیشتر نباید باشه. ارتفاع درخت 2 ساله 3 ساله از 35-40 تا 60 سانته. بیشتر از 60 سانت دیگه اون فرم درخت به هم میریزه. تاج درخت میخوایم درست کنیم اون جوری که میخوایم به عمل نمیاد. خب استاد بی زحمت خب داریم پیوند رو در آورد و حالت لوله‌ای. یه دونه دیگه در آور مهندس جان. دوباره میبریم یه دایره گرد زیر تنده یک میگونی اگه در بیاد. بله در اومد. خیلی سالم. نباید این پیوندی که الان در آوردیم این ماسوره یا این لوله کاملا سالم باشه، ترک نداشته باشه. نگاه میکنی به درخت. بعد قطر این پیوند لوله‌ای که ما برش دادیم، این ماسوره‌ای که در آوردیم با قطر شاخه باید یکی باشه. یعنی از جایی باید قطع کنیم که موقع این پیوندکی که ما چیز کردیم یکی باشه. برش میدیم، پوستو برمیگردونی، پوستو به این فرم 4 قسمتش میکنیم پوستو. بعد پیوندو آره قشنگ میزنیم جا که پوست پیوند با پوست پایه اصلی کاملا برخورد داشته باشه و کاملا صفر باشه و از این قسمت جوانه شروع میکنه به رشد. دیگه هرچی که سبز بشه به قسمت بالا دیگه درخت ماده است، درختی که پسته میده. قسمت پایینش دیگه چیز نیستش، میشه پایه نر. خب یه دونه دیگه پیوند میزنیم. نگاه میکنیم ماسوره با کجا آره ماسوره باید ببینیم اون پیوند لوله‌ای که در آوردیم قطر داخلش باید با قطر داخل این شاخه باید چشمی باید دقت کنید یکی در بیاد. پوستشو میکنیم با حالت 4 قسمت یا 3 قسمت. جوونه رو روش میذاریم، فشارش میدیم میره داخل خیلی با احتیاط که کاملا صفر باشه. تمام عالی. این دیگه شروع میکنه به رشد و این قسمتش هم میبینید که دیگه به هیچ وجه چیز نیست. آره جوونای قسمت پایین میزنید که 100% دیگه این پیوند میگیره، به هیچ کی هم کاری نداره دیگه تا سالی دیگه. یه دونه دیگه هم میزنیم که اینجوری لختش بکنی سریع. بس پوستو برمیگردونی، این جوانه رو اینجا جا بکنی. آره قشنگ میره جا، فیت و محکم.